نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر اینکه ایمان بیاورند. قطعاً کنیز مؤمن از زن آزاد و مشرک بهتر است، اگرچه زیبایی یا دارایی او شما را به شگفت آورد. و به مردان مشرک زن ندهید مگر اینکه ایمان بیاورند. و قطعاً برده مؤمن از مرد آزاد و مشرک بهتر است، اگرچه دارایی و موقعیت او شما را به شگفت آورد. آنان به سوی جهنم فرا می‌خوانند و الله به فرمان و توفیق خیش به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند و آیات خود را برای مردم بیان می کند تا متذکر شوند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.